ساعت در پایتخت 18. خبری روز در آسیا پلاس. سلام سامعین عزیز، شما را با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم من لیلی نظرزاده شناس میکنم. شما می توانید ما را همزمان طریق ویدیویی در پلتفرم‌های خبری اگنتی نیز دیده باشید. پالاتای پایانی پارلمان شهرنامه بین تاجیکستان و مجاریستان درباره سپردن محکوم شدگان و شهرنامه استرداد بین تاجیکستان و مجاریستان را تصدیق نمود. خبر داده می شود در سامانه رسمی مجلس نمایندگان مجلس عالی مملکت. سازشنامه درباره استرداد را ماه اپریل در دوشنبه پروکورور گنرالی یوسف رحمان و وزیر امور خارجه و سودای مجاریستان پیتر سیارتو امضا کردند. موافق این سند دوشنبه و بوداپشت شهروندان هر دو کشور را که در پیگرد اعلان شدند، اینچنین شهروندانی را که در زندان‌های تاجیکستان و مجاریستان ادای جزا می‌کنند به اختیار همدیگر می‌سپارند. تاجیکستان اینچنین با اوکراین، ایران، افغانستان، چین و امارات متحده عرب نیز چنین سازشنامه دارد. با رسانی در مسکو زخمی شده تاجیک تبار در شعبه احیای بیمارخانه شهری این از امصف بیستری می باشد. خبر دادن به آسیا پلاس از سفارت تاجیکستان در روسیه. در نمایندگی دیپلماتیک گفتند با دلیل جریان تفتیشات جزئیات بیشتر را شرح دادن نمی توانند. در این نهاد گفتند سفارت پیوسته با کارمندان مقامات حفظ حقوق و طبیبان در علاقه بودند. رفت تفتیش حادثه را به خاطر عادلانه پیش رفتن نظارت میبرند. باعث تاکید است که روز 14 دکبر در ایستگاه اتوبوسی مسکو ساکن 40 ساله ولایت کمر و بدون هیچ دلیل یک بار به بارکشان خارجی حمله ور شده. به او چند مرتبه ضربه کارد زده است. حمله‌گر را بازداشت کردند. با تاجیکستان در دایره مکانیزم کوواکس 141570 وایه واکسینه فایزر بیوانتج وارد گردید. اطلاع دادند از مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی مملکت. گفته می شود وایه واکسینه فایزر بیوانتج با مقصد پیشگیری بیماری سرطان کووید 19 و جهت به ایمونیزاسیون بر ضد سرطان مذکور فرا گرفتن شهروندان مملکت وارد گردیده است. به حالت 15 دکبر در تاجیکستان 58% آدمان کلانسال بر ضد سرطان کرونا ویروس نوی کووید 19 واکسینه زدند. در دوشنبه 21 دکبر نخستین فوروم رستوراتورها برگزار می‌گردد که در آن طرفخانه‌ها و سرآشپزها از ترکیه، اروپا، قزاقستان، ازبکستان، سربیا و دیگر کشورها از اسرار خود نقل می‌کنند. هدف فوروم فراهم آوردن امکانیت برای حل مشترک مسائل‌ها توسط بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی در سمت طرفخانه‌ها گفته می‌شود. در دایره فوروم رستوراتورها یک قطار چرابینی‌ها از جمله سخنرانی اشتراکداران، منطقه‌های ایجادی از سازمان دهندگان، منطقه‌های شریکی، اینتراکتیوی برای اشتراکچیان و غیره نیز پیش بینی شده است. درآمد با چرابینی توسط چیپته‌ها صورت می‌گیرد که هنگام خریداری نمودنیان می‌توان با طور خودکار اشتراکچی بازی راحت با 2 نفر به ترکیه گردید. اینچنین 10% ارزش هر یک چیپته با تحفه‌های سالی نوی برای کودکان از تشکیلات جمعیتی اراده انتقال می‌یابد. در جلسه 16 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو که در پاریس طریق آنلاین برگزار گردید، نمونه فلک به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت رسما وارد کرده شد. خبر می‌دهد وزارت کارهای خارجی مملکت. در وزارت گفتند اقدام مذکور به خاطر حفظ و عمومی گردانی میراث نیوگان، معرفی هنرهای مردمی و فرهنگ غنی و قدیمی مردم تاجیک در عرصه بین المللی یکی از دستاوردهای مهم به حساب می رود. فلک موسیقی سنتی کسبی مردم تاجیک است که طول عصرها همچون افاده‌گر راز و نیاز، طلب و خواسته های مردمی اجرای وظیفه کرده است. همه سال 10 اکتبر در کشور روز فلک تجلیل کرده می شود. خوب، این بود نشر جنبسته برنامه خبری در رادیوی آسیا پلاس. شما می توانید همه روزه ساعت 18 شام پخش آنلاین ما رو طریق صفحه فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب نیز دیده باشید.